پشت پرده به بالهای سیاسی اهمیت نمیده و شطرنج باز خوبی. پشت پرده به همه موضوعات میپردازه و با کسی تعارف نداره و تنها خط قرمز ما مردم. ما اجازه نمیدیم که رسانه‌ها از عدم سواد رسانی مردم سوء استفاده بکنند. پشت پرده. مخاطبین از رسانه پشت پرده، سلام. بنده امین فردین، خوشحالم که به همراه تیمم بار دیگه با یک برنامه پشت پرده دیگه با شما هستیم. امروز قصد داریم که راجع به سانسورهای عجیب و غریب در صدا و سیما با شما صحبت بکنیم. قدیما سانسورها به صورت حشریگونه انجام میشد. یعنی چی؟ یعنی اینکه مثلا سانسورچی میچسون بالا، میگفت این طرف مثلا چاک سینه‌اش بازه، اون طرف لاپاش بازه، اون طرف لباسش بازه، اون طرف نمیدونم صحنه‌اش اروتیک جنسیه، سانسور کنید که امام انقلاب به خطر میفته. که نمونه بارزش هم ما میتونیم به مسابقات والیبال در داخل ایران اشاره بکنیم که تصویر تا میرفت روی تماشاچی‌ها، مثلا تماشاچی خانم توی ایتالیا، نمیدونم توی لهستان یا جای مختلف، ایرانی‌ها میرفتن و بازی رو می‌دیدن، یه تاپی داشتن، یه لباس بازی داشتن، تصویر میرفت رو تماشاچیه، سریع زارت می‌بردن روی تصاویر اینسرتی و صحنه آهسته که همه رو کفری کرده بود. ورزش هم که واقعا خدا وکیلی تلویزیون اینجا دیگه اصلا مقصر نیست در مورد ورزش ها. آقا مسابقات والیبال رو میندازن تو فصل، توی چله گرما میندازن وسط خط استوا توی کشوری. کارگردان تلویزیونی اونام که کارگردان تلویزیونی ما نیست، همه لباسا منشوری دور نشستن. بندگان خدا تیم والیبال برمیدارن خانواده هاشون، یه چند تا هوادار میبرن، یه گله اونجا هواداری تیم والیبال عزیز رو میکنن دیگه. ای بشه کارگردان تلویزیونی اونا بزنه رو ایرانیا، این برم بنده خدا خیالش راحت زد رو ایرانیا. خب منشوری نیست و اینا. من اصلا یه بار توی یکی از مسابقات والیبال دیدم یه ایرانی نشسته بود، زد به این، یه خارجی بغلش لباسش منشوری بود، این پرچم ایرانو گرفت جلو این تکون میداد که اینو نشون بدن. نبینیم. بله. بعد یه بازی رو هم که دیدیم که یه خورده راه کشور دورتر بود که دیگه اصلا نتونسته بودن کسی رو ببرن، همش میزد دیگه. این آبشار آقای سعید معروف و هی حرکت داشته اینو هی تکرار میکرد که اینا بابا این چه لباسی پوشید، ما خونوادم نمیبینن اینو، خیلی ایران پخش. خب نامردا که اصلا یکی این آبشار که نشون میداد ریش نداشت، با موبایل یکی گرفته بود، شمال بودن داشتن والیبال بازی میکرد دیگه، کم میاد دیگه اونو بزن. خدا رو 100,000 مرتبه شکر مخلص. بازی های فوتبال افتاد یه کشور سردسیر که تابستونش هم سرده خدا رو شکر دیگه. تماشاچی کلا میکشه تا اینجا، یه لباس هم تا اینجا دیگه، اینو میشه بهشون داد راحت میشیم دیگه. بابا بذار این فوتبالا رو ببینیم تو رو خدا. چیکار کنیم؟ واقعا من از طرف صدا و سیما اگه اجازه بدین خواهش میکنم فیفا که فوتبالا رو بنزین ایران، جام جهانی بنزین ایران، دور تا دور مرد راحت. یعنی ما همه رو نشون میدیم. شما بنداز ایران، من اگه عرقکن نیاوردم یه کاری میکنین همه سوتو نزده داور مجبور طرف رو آنته. بابا اون برم که خلاصه بهتره که نگم. توی مسابقات فوتبال هم بدین صورت بود که به این سانسورها میگفتن سانسورهای حشریگونه. توی صدا و سیما یه سری آدم‌های مریض العقل و آدم‌های درب و داغون رو میکردن مسئول سانسور که سانسور بکنن. یعنی کلا طرف یه خیار هم میدید تحریک میشد، موز رو میدید ارضا میشد، اونو میکردن سانسورچی. از اون طرف اومدن و سانسورها رو یکم وحشی‌تر کردن، یعنی بردن به سمت مسائل سیاسی، بردن به سمت مسائل اقتصادی، موضوعاتی که درد جامعه بود، درد مردم بود هم سانسور میکردن. تا اینکه خود صدا و سیما دیدن آقا نمیشه، داد مردم هم در اومده بابت سانسور، خودشون هم از خودشون بابت سانسورها هم تشکر کردن هم انتقاد. بریم ببینیم.
یه چیزی میخوام یواشکی نشونتون بدم، ببینید صدا و سیما از چه طرح‌هایی استفاده میکنه برای اینکه تصاویر ناجور نبینید. حالا چی شد ما یه تصمیم گرفتیم در خصوص این سانسورها صحبت بکنیم؟ حالا جلوتر یه فیلم براتون پخش میکنم در خصوص سریال دادستان که همین چند روز پیش از صدا و سیما پخش شد. یعنی تا خشتک این فیلمو سانسور کردم و از سکانساشی که من دیدم که واقعا درد دل مردمه و چرا اینا واقعا داره سانسور میشه. جز این نمیتونه باشه که اون کسی که داره سانسور میکنه یک آدم مریض العقله. حالا نمونه های بارز این سانسورها هم بهتون میگم که در طول این سالها چه سانسورهای عجیب و غریب و پشمریزونی انجام دادن. شاید مردم مثلا یه سبک از مثلا قرار دادن آباجور و تابلو و دیوار رو دیده بودن از سبک سانسور، یا اینکه مثلا یه تصویر رو برمی داشتن سیاه‌سفید می‌کردن یا یه قسمتی رو لباس می‌ذاشتن که سانسور بشه، یا مثلا یه قسمتی میومد طرف یه حرفی میزد لبخونیشو عوض می‌کردن یه چیز دیگه. این سبک سانسورها رو زیاد دیدید. حتی خودشون به خودشون هم رحم نمی‌کنن. سریال گاندویی که ساخت سپاه و اطلاعات سپاه هم بود، توی قسمت‌های اومده بود آقای روحانی رو زده بود، اصطلاحاً ازش انتقاد کرده بود، ورداشته بودن اون هم سانسور کرده بودن. یعنی خودشون به خودشون هم رحم نمی‌کنن. دور هم دیگه یه نون سانسوریه می‌خورن. جمله‌ای باز توی این مجموعه بود که دلم سوخت که حذفش کردیم و درش آوردیم. جمله این بود، من شفاف میگم برای مخاطبین عزیز، میگیم که منسوبین هر مقامی در هر سطحی، پیرامونشون، اطرافیانشون، اقوام و فامیلشون هیچ فرقی نمیکنه، اینها نباید از جایگاه اون شخص سوء استفاده بکنن و ضربه بزنن. یه دور آقازادگی در واقع. آقازادگی. حتی ما مثال شخص رئیس جمهور هم زدیم و حتی رئیس جمهور و یا هر مقام دیگه‌ای هم نباید بابت سوء استفاده اون کسی که پیرامونش هست ضربه بخوره. خیلی اینا شفاف از هم باید تفکیک بشن. ما قصد نداریم خدا نکرده اتهام کسی رو رو دوش دیگری بندازیم یا اون آدم ها توی چتر حمایتی شخصیت های برجسته ما پنهان بشن. امنیت ملی یعنی اینکه هیچ کس در هیچ جایگاهی حق سوء استفاده از جایگاه خودش رو نخواهد داشت. اما علت اصلی هم این هستش که آقا خودشون هزینه میکنن، از جیب ملت هم هزینه میکنن. به هر حال سرمایه است دیگه، پول میدن این سریال ها رو میسازن، پول میدن این فیلم های سینمایی رو میسازن، همه اینا هم از جیب ملته میدن. بعد خودشون تصمیم میگیرن که نه این یه دیگه باید سانسور بشه. پول مفت بیت الماله که اینا ور میدارن و سانسور میکنن. قبلش این فیلمنامه رو بخونید، قبلش این داستان رو بخونید، ببینید چیه. اگر امام انقلاب اسلام به خطر میفته سانسور بکنید. حالا برای نمونه اصلا من واقعا این سکانس از این فیلم رو دیدم، به خاطر همین تصمیم گرفتم ویدیو رو بسازم. سریال دادستان که ساخت آقای مسعود دهنمکی. مسعود دهنمکی هم خودش وصله تو سیستم، یعنی خودش هم ارتباط داره. ببین اونایی که سانسور چیان، اونا کیان که آدمایی که وصله تو سیستم هم میزنن. یه دونه سریال ساخته به اسم دادستان که تا خشتک سانسور کردم. این سکانسش واقعا جالب بود که سانسور شد. ببینیم بیایم توضیح بدیم. دانشجو که فقط برای گفتن زنده باد مرده باد نیستش که گوش به فرمان احزاب باشه. تو یکی حرف نزن. چرا؟ فکر کردی نشناختمه؟ تو همونی هستی که به اسم شعرهای انقلابی از این چیز میزای غیر مجاز شروع کردی به خوندن. اونجا چی خوندی که مردم گاه گرفتن؟ به خدا هیچ. بخونم آقای قاضی براتون. بخون ببینم. خون مظلومو بدجور تو شیشه کردین، ریشه های اعتماد و پوسیده کردین، به اسم ائمه تو هر شهری بانگ زدین، اعتقاد مردم و سمت مرگ سوق ندین. اونا اعتماد کردن، شما بارتون رو بستین، کنار مردم اینو با دزدا هم دستین. تنها داراییش همین چند تومن سپرده بود، ثمره یک عمر دویدن رو به شما سپرده بود. چطور رو بارش انقدر راحت سر میذارین؟ یعنی واقعا شبا وجدان درد ندارین؟ زندگی اشرافی، ماشینای گرون قیمت، لای کشی، لای اتوبان باکری و همت، با پول مردم اونور کاخ ساختی بی غیرت. عاقبت گردنگیر و خانمان سوزا هی ملت. ما رسانه دادستان این مردمیم، حقشونو میگیریم و تو این دریا گمیم.
مهم نیست با ترس زندان دهن ما رو بستی، مهم اینه خودتم یه روز میای تو سلول بغل دستی. آقا بس آقا یعنی چه؟ من نمیفهمم اینجا چه خبره. رعایت کنید موقعیت دادگاه رو. بگو ببینم این بیت آخرت چی بود؟ یه وقت فکر نکنی با ترس زندان دهن ما رو بستی، مهم اینه خودتم یه روز میای تو سلول بغل دستی. باش، امشب برو بازداشت بمون تا همونی که بهت گفته مطالبه گری کنید و از این شعرها بخونید بیاد کمکتون کنه و وثیقه بذاره آزاد شید. بله توجه کردید این سکانس هم که بله این سکانس کاملا قلفتی در صدا و سیما سانسور شده بود و نسخه بازبینیش لو رفت که مردم فهمیدن کدوم تیکه از سریال دادستان سانسور شده. از اون طرف این نکته به شما بگم، سانسور در صدا و سیما مثل ناموس برای صدا و سیما میمونه، یعنی انگار مثلا ناموسشونه و باید حتما سانسور صورت بگیره. سانسورها هم در طول سالهای گذشته شما دیدید دیگه، یه دونه فیلم جکی جان برداشتن تو صدا و سیمای کیش پخش کردن و کلا امام انقلاب که هیچ یه کشور به هم ریخت بابت اون اتفاق که مدیر کل رو برکنار کردن، یه سری کارمند جزء حقوق بگیرم برکنار کردن، از اون طرف مدیر کلی که برکنار شده بود رفت تهران یه سمت دیگه گرفت، اون کارمنده فقط بیکار شد. یه دونه شو نمایشی بود برای اینکه سر مردم رو گرم بکنن. اون بنده خدا حالا یه چند وقت دیگه سمت گنده تر هم بهش میدن. از این نوع اتفاقات البته تو صدا و سیما زیاد افتاده. من یادمه یه مدت توی صدا و سیما میدونید که صدا و سیما سری فرستنده ها داره روی نقاط بالا، رو کوها، کارهای سند و رسیو، ارسال و دریافت امواج تلویزیونی رو دارن، امواج ماهواره‌ای رو. در اون مناطقی که این اصطلاحاً فرستنده ها هستن دو تا رسیور یا چند تا رسیور هست که بالای هم دیگه هستن، یعنی یه رسیور بالا، رسیور پایین، رسیور بالا رسیور اصلی، رسیور پایین رسیور پشتیبانیه که اگر این کار افتاد این یکی رو کار میندازن و اونجا به وسیله ماهواره امواج ارسال میکنن. کارمند این همکاران خودم موقعی که من تو صدا و سیما بودم داشتن برام تعریف می‌کردن، کارمندانی که توی بخش اصطلاحاً فرستنده بودن داشتن اونجا در اون رسیور پایین فیلم سوپر می‌دیدن. این روک به شما بگم توی رسیور پایینی، رسیور بالایی هم داشت مثلا فلان آخوند رو نشون میداد که داره مثلا تو زیاد میاد تخمه میشکوندن و اشغال و فیلم رو می‌دیدن. نظافت چیه که میاد اونجا رو تمیز میکنه، اینا رو بلند میکنه، تمیز میکنه، حالا اونا خاموش میکنن و جای این دوتا رسیور رو برعکس میکنه. رسیوری که حالا علود بالا، رسیور پایین هم چید، اینا وقتی میرن روی یه فرستنده دیگه سویچ میکنن روی این فرستنده که اینا بودن، اینا دیگه تو بعد کابلا رو میبستن و رسیورها رو انجام میدادن که نوبت کارشون بشه. رسیور بالای دیگه زحمت پخش اون فیلم‌ها رو هم میکشه و یه سری از اون آدم‌ها رو برمی دارن تو گونی میبرن و چک میزنن بهشون و خلاصه یه اتفاق عجیب و غریبی میفته توی صدا و سیما. یکی از بچه‌ها میگفت ما که همکارمون رو برده بودن، میگفتش که انقدر یارو رو زده بودن که دیگه اصلا یارو نا نداشت صحبت بکنه. دیگه تصمیم میگیرن آدم‌ها رو برای اون کسایی که حالا تخلف کردن بفرستن زندان، حالا یه دم با تعهد و وثیقه آزاد شده بودن. یکی از اونایی که تخلف کمتری کرد و با یه تعهد آزاد میشد میگفت اون مأموره که از ما اعتراف میگرفت تق یه دونه محکم اون لحظه آخر زد تو گوش من. بعد گفتم بابا اینو دیگه برای چی میزنم؟ دیگه آزاد شدم. گفت اینو زدم به خاطر اینکه مردم زنگ میزدن میگفتن تکرارش کی پخش میشه. و این نشون میده که مردم هم واقعا مشتاقن یه همچین تصاویری رو ببینن. اما حالا برگردیم به اون بحث سانسور در صدا و سیما. توی کرج هم من یادم تو تلویزیون شهری همچین اتفاق افتاده بود. گفتم دیگه آباجو رو نمیدونم لباس رو عوض کردن، نمیدونم لوکیشن ها و تغییر رنگ سیاه‌سفید و چیزهای مختلف. اما یه سری سانسورها در صدا و سیما هست که به عقل جنم نمیرسه. مثلا این مقنعه‌ای که میگیرن میپوشن، مقنعه‌های بلند و اینا که توی فیلم و سریال بازیگرا میپوشن، باید گریمور جوری گریم بکنه بازیگر رو که گوش و محتویات گوش و گوشوار و اینا از روی روسری بیرون نزنه، برجستگیش کاملا تخت و یه تیکه باشه. این یه مورد از
سانسورهای هستش که در صدا و سیما انجام میشه که عمرن شاید خیلیاتون شنیده باشید. مورد دوم که تابلوه و شاید خیلیاتون شنیدید، نشون دادن سازه. یعنی ویولون و کیبورد و گیتار رو در صدا و سیما نشون بدن، امام انقلاب به خطر میفته و ممنوع در صدا و سیما. و اینو شما به هر کسی در هر کجای این کره خاکی که بگید کرکوپر و پشمش میریزه که آقا چرا سازو در تلویزیون نشون نمیدن. آهنگای انقلابی میخونن، آهنگای نمیدونم رپ و اینا هم دیدیم که تو این سریال خونده بودن، اما نشون دادن ساز در صدا و سیما ممنوعه. مردم هم موسیقی رو انتخاب میکنن. مردم باش میگن موسیقی میخوام یا نمیخوام. نه یکی دیگه بگه آقا من باز اجازه بدم فلان کنم. اینا در همه کار فضولی به کار مردم کردن. بیشتر از همین موسیقی بند کردن. بس مجوز بگیری کجای دنیا موسیقی مجوز میخواد، کجای دنیا شعر مجوز میخواد. اینا برای هر چیزی یه عده آدمای بی سواد، بی اطلاع، بی سلیقه اونجا میشینه میخواد راجع موسیقی نظر بده، غلط میکنه موسیقی نظر بده. اون چیزی رو که شنیدیم از تاریخ ما شنیدیم، چون موسیقی همیشه نظر مردم رو جلب میکرده به خودش و طرفدار زیاد داشته، جماعت روحانی و آخوند میخواسته که نظر رو به اون جلب بشه. اینی که دیده این موسیقی همه حواسا داره به طرف خودش میبره و اون مورد توجه نیست، گفته آقا اون حرامه، حرامش کرده. اصلا ربطی به اسلام نداره موسیقی. بیار بالا یکم بیار بالا. من 11 بار قرآن رو دور کردم تو دوران نوجوانی. یک کلمه از موسیقی اونجا نیست که بگه خوبه یا بده. پس کسی حق نداره بگه موسیقی حرامه. اگه موسیقی حرام بود تو قرآن میگه آقا موسیقی حرامه. خب بچه‌ها چهار بزنیم زودتر ببینیم چیه. من با زبان دیگه‌ای بایستی با شما صحبت بکنم که چندین ساله به خاطر اینکه من آنچه که باید بخونم خوندم و بعد از این هر چه با هم بخونم زیاده گویی و زیاده خوانی است و آبروریزی میشه. اینی که من اجازه ندارم که چندین سال در مملکت خودم برای مردمان خودم بخوانم. روز همگی بخیر. یا مثلا توی سریال برره هادی کاظمی نقش نظام دو برره رو داشت. یکی دو قسمت که پخش شد برای بچه سانسورچی اومدن گفتن که اسمشو از نظام دو برره باید بکنید دو برره، کلمه نظام رو باید سانسور بکنید چون نظام ممکن ربط پیدا کنه به اون نظام و نظام کلا به خطر بیفته. حالا شروع به کار میکنید. خبر داد از جلو نظام. ببخشید چرا از جلو نظام؟ خب از جلو شیر فرهاد. من پشت سر این نشیمنگز وایسم. برای اینکه من بالا برره‌ای بیدم. این هم یه مورد دیگه از سانسورا بود. یا در حال حاضر در صدا و سیما کلمه تلگرام و اینستاگرام ممنوعه، یعنی نباید بگن. میتونم بگن که صفحه ما در شبکه‌های مجازی، این در بقیه شبکه‌های مجازی، اون دیگه مردم باید تشخیص بدن کدومش تلگرامه کدومش اینستاگرامه. کلمه تلگرام و اینستاگرام فیلتر در صدا و سیما، نباید بگید، به خطر میافته کلا کشور و مملکت. خب آقا دومات چی کارن؟ تو تلویزیون کار میکنه، قربونش برم. تا حالا ندیدیمشون. پشت صحنه حضور دارن. ممه گرگ سانسور میکنه مردم تحریک نشن. باهاتون تماس میگیریم. خانواده خوبی بودن. آره، فقط سوراخ دماغای باباه سربالا بود، میترسن مردم تحریک شن. سانسورش کن بابا. باش. قربونش برم. یا مثلا کالوس پویو رو آورده بودن که باهاش مصاحبه بکنن توی برنامه ویژه جام جهانی 2018 که عادل فردوسی وظیفه تهیه کنندگیشو داشت. میگفتن به خاطر موهای بلند کالوس پویو و تتوهاش گفتن این سانسور میشه، سانسور میشه و نباید باشه. بنده خدا موش بلنده توی کشور خودش مشکل نداره، اینجا اومده سانسور شده. آقا مجدگونی بده. پویولو امشب پخش نمیکنن. جون من. آره خودشون فهمیدن ماش ممکنه خانواده ها راستن بپاچونه. وای خدایا شکر. زندگیم حفظ شد.
چقدر خوبه به فکر ما هم هستم. ما اگه پویالو پخش میکردم بدبخت میشدیم. چه مرگته امشب؟ میذاری بازی رو ببینیم یا نه؟ یا مثلا این باحاله، اینجا نوشته بودم خودسانسوریایی که بعضی از افرادی که در صدا و سیما هستن انجام دادن. ترامپ داشت توی سازمان ملل سخنرانی میکرد، میگفت ایران چنین است چنان است، حالا خوب یا بد داشته میگفته به عنوان رئیس جمهور یک کشوری. مترجم رو برداشتن آوردن گفتن آقا این صحبت ترامپ رو ترجمه کن واسه مردم ببینیم این ترامپ چی میگه. بعد خود مترجمه اومده بر اساس سلیقه خودش لایو و زنده سانسور کرده. مثلا ترامپ گفته که مثلا هوای ایران گرد و غبار و خاک است، مثلا این اومده گفته که هوای مثلا فلان کشور داغون و بد است. خب بعد بهش گفتن آقا توی که وظیفت ترجمه بوده، وظیفت سانسور نبوده. گفته من صلاح دیدم که این موضوع رو سانسور بکنم. ببینید. سلام. ترامپ حرفایی توی سخنرانی خودش تو سازمان ملل زد که علیه ایران که من ترجمه نکردم. تو اون لحظه تصمیم گرفتم ترجمه نکنم. ترجمه همزمان همونطور که خودتون میدونین یه امر لحظه‌ای و سریعه. و حالا چرا من تصمیم گرفتم ترجمه نکنم؟ چون یک این حرف خلاف واقع بود، دو علیه کشور من بود و علیه ایران بود. به نظر من هر کسی دیگه‌ای هم بود این کارو نمی‌کرد و زیر صدا داشت. زیر صدا خب معلومه که اون چی میگه و منم مکس کردم. ما به علم زیر صدا رو داشتیم، زیر صدا بلند بود و خب فکر میکنم کسی که واقعا بخواد بدونه چیه میگه، ولی فکر نمیکنم این قشنگ باشه که من بخوام علیه کشور خودم توی رسانه ملی خودم علیه کشور خودم صحبت بکنم. یعنی یکی هم نیست توی اون مملکت یقه اینو بگیره بگه آقا تو چی کاره ای که برای افکار مردم نظر میدی؟ آقا تو وظیفت اینه که بیای و ترجمه بکنی، مثل یک پزشک که وظیفش اینه تشخیص بده و طرف رو درمان بکنه. حالا طرف جانی، قاتل، بیل، کلنگ، آدم خوب، آدم بده، نباید واسه اون پزشک فرقی بکنه، بعد طرف رو درمان بکنه. حالا مراجع دیگه تصمیم میگیرن که آیا اون طرف رو حالا محکوم بکنن یا تشویق بکنن. در خصوص ترجمه هم همینه، شما وظیفت اینه بیای ترجمه بکنی بری. اینکه سانسور بکنی یا نکنی به شما ربطی نداره. ببینید کیا و چه افکار داغونی توی اون سیستم. بعد اینها رو هم شما در نظر بگیرید که پس فردا برمی‌دارن تشویقشون میکنن. یا مثلا اومده بودن لوگو باشگاه استروم، حالا یه ایوونیه که بنده خدا پستوناش زده بیرون، اینجوری به شما بگم. بعد تو صدا و سیما اومده بودن لوگو رو انداخته بودن پشت صفحه، اون قسمت‌های پستانهاش رو اومده بودن فیلتر کرده بودن. بابا این دیگه لامصب با لوگو فلان باشگاه فوتبال هر کسی با یه سرچ ساده میتونه پیدا بکنه. شما چه آدمای داغونی هستید؟ اینم در خصوص موضوع بعدی بود که بعد میگفتم. آقای مصطفی کیایی هم یه دونه سریال ساخته بود به اسم چهارراه استانبول. اینم جالبتون بگم. یه سکانس داشت تو اهواز بخش گاونشاباد که حالا گاونشا یه سکانسی میومدن از آب بیرون از رودخونه کارو، بعد پشتشون به مردم بود. اون کسی که سانسورچی بود تو صدا و سیما گفته بود چون این گاوا از پشت دارن میان بیرون تحریک آمیزه و تحریک کننده است، باید سانسور بشه. یعنی پشت یک گاونیش هم اینا تحریک پذیر میدونن. ببین اینا دیگه چه آدم‌هایی هستن، مغز و فکر اصلا کلا یه جا دیگه است. از طریق مردم دارو میارن درمونگاه و بسیار خوب مداوا میکنن. بسیار خوب، انشاءالله در بخش بعدی باز هم با شما در تماس خواهیم بود. بحث آد مشکل داریم. نونوایی در شهر معمولا به 1001 بدبختی دیشب راه اندازی کردیم، داره پخت میکنه به صورت 24 ساعته به مردم مشکل دارن، اقلام سبد غذایی، آب، نون، آرد، همه مشکل دارن و به شدت ناراضی هستن از وضعیت امدادرسانی. بسیار خوب، خیلی متشکرم. ما با مسئولان امدادرسانی و مسئولان خدمات رسان در تلاش هستیم که با مسئولان در تماس باشیم. بعد یه سری سانسورایی که اینا میکنن بدتر مردم رو تحریک میکنه که برن ببینن اصل ماجرا چی بود. مثلا امیر آقای توی جشنواره فجر اومد یه سری صحبت‌ها کرد که صدا و سیما کلا آنتن رو رفت تو پیام بازرگانی، داشت لایو و زنده نشون میداد و انتقادهایی که بود. بریم این صحبت امیر آقای رو بشنویم ببینیم که اصلا چی صدا و سیما سانسور کرده. به برکت به نظر من خونی که ریخته شد یک بار دیگه ما یه تکان خیلی جدی خوردیم که یا باید اون حرفا رو ببوسیم بذاریم کنار. ببخشید شاید توی دوربین من نباید این حرف رو بزنم، ولی اگه کسی اعتقاد نداره جمع کنه از ایران بره.
یعنی بره همون جاهایی که اون رفاه و اون مدل زندگی رو داره. فقط در حد چند ثانیه باتون در میون بزن. چندی پیش خانومی از رسانه ملی اظهار کردند که اگر کسی ناراضی است بره. رفتن رو به کسی خطاب میکنن که آمده باشه. ما که نیامده بودیم، ما بودیم ریشه در خاک سرزمینمون. خلاصه این اتفاقات و سانسورها گفتم دیگه از روش حشریگونه به بشریگونه و وحشیگونه تغییر پیدا کرده و هر روز هم داره شدیدتر و عجیبتر میشه و گفتم دیگه خودشون هم به سریال‌های خودشون رحم نمیکنن. این داستان شده داستان سانسورهای صداسی. باز هم هست که حالا شاید در روزهای آینده اگر دوست داشتید ادامه میدیم و راجع به سانسورهای صداسی با شما بیشتر صحبت میکنم و تکنیک‌های سانسور که دم انتخابات چیکار میکنن، دم رأی‌گیری و نمیدونم دم تظاهرات چیکار میکنن، در راهپیمایی‌ها و دم راهپیمایی‌ها چیکار میکنن، چه تکنیک‌های مصاحبه استفاده و خاطرات خودم هم بهتون میگم جالبه. در هر صورت مرسی که تا این لحظه با ما بودید. اگه دوست داشتید ویدیو رو لایک کنید و کامنت بذارید و برای دوستان خودتون به اشتراک بذارید. مرسی از شما.